خب سوالاتتون رو بپرسید. کدوم قسمت رو شما گفتید؟ تو همون مثالی که مثال حل کردیم. اینجا این مثال. بله خب ما این پایپینگش رو من نگاه کردم، برام سوال شد که المان هاشو، چون توی در واقع شکل اول چون در راستای کامل درس ایکسه یه ذره شبهه شد برام که چجوری این در واقع کار رو برای المان 1 و 2 حالا به آخر نوشته. البته یه نکته‌ای به نظر من میاد. خب من اینو توی همین پایپینگ هم دیدم و یه ذره بیاید پایین که شما اولین المانش رو ببینید تو سختی ماتریس کا، برعکسش هم که بکنیم همین میشه به نظر. حسین آقا اینجوری اینجا رو میگی؟ همون که حالت تقارن. خب اگه مسئله تقارن نداشت چی؟ مسئله قطعا تقارن داره. قطعا تقارن داره، چون که کا استیفنس یه المان، این کا با این کا با هم برابره. درسته؟ بله. جفتش کای اون المانه، بنابراین فرقی نمیکنه. پس درسته؟ بله به نظر من میاد که چون متقارن هست، چه ما بنویسیم 4-2 چه بنویسیم 2-4. آره. یا مثلا گره 1-3 2-3 3-2 به نظرم یکی در میاد. درسته؟ آره ظاهرا اینجوریه. پس من اینو به این صورت خلاصه کنم و تصحیح کنم از دفعه قبل که زمانی که ما داریم کار اسکتر رو انجام میدیم، قبلش اومدیم المان ها رو شماره گذاری که نوت ها رو داخل المان شماره گذاری میکنیم. مثلا این المانی که اینجا هست رو اگر بیاریم اینجا شماره گذاری میتونیم اینو بگیریم 1 و اینو 2 به صورت لوکال، و یا این که اینو بگیریم 1 اینو 2، فرق نمیکنه. در نهایت این شماره گذاری سرتاسری وقتی میخوایم تطبیق بدیم، این مثلا 1 این یکی 4. خب اگر این رو معادل این در نظر بگیریم، 1 رو معادل 4، این ماتریس سختی که اینجا به دست میاد، عملا این دوتا 1 دارن جابجا میشن. به این صورت این داره میاد اینجا، این داره میره بالا. درسته؟ و الان میبینیم که چون اینها هر دو با هم برابرن و هر دو برابر کای اون المان هستن، بنابراین خیلی فرقی نمیکنه. این مثلا این حالت تقارن این ماتریس باعث میشه که فرقی نکنه، چه شماره ها رو یا 1 بگیریم، اولی رو بگیریم 1 بعدی رو بگیریم 2، یا اینکه اینو بگیریم 1 بعد اینو بگیریم 2. تو لوکال هم فرق نمیکنه. بنابراین این رو از دفعه قبل باید تصحیحش کرد. خب سوال دیگه ای دارید؟ اون بخش دوم میگم زیاد خیلی فکر نکردم. خب نگاه کنم اینجا رو. آره. خب حالا اینو امشب یه مثال دیگه هم هست شبیه اینه. بله. حالا میخواید با هم بریم جلو که بله. بعد تو اونجا اونو میخونم اگر. خب پس ما الان یه مروری فقط بکنم روی بحثی که دیشب داشتیم. دیشب اومدیم در واقع از حالت یه المان خطی در واقع یک جهت فقط در راستای محور X اومدیم رسیدیم به خرپا و گفتیم خرپا میله هاش میتونه در هر زاویه‌ای قرار بگیره نسبت به محور X، و اومدیم برای یک المان، برای در واقع این المان ما 2 تا مختصات میتونیم در نظر بگیریم. یه مختصات گلوبال که این X و Y هستش، این X و Y که اینجا هست، و یا این که ما بیایم محور X رو در راستای المان در نظر بگیریم به این صورت که میشه این یکی X
حالا ایکس پریم و وای پریم مثلا در نظر بگیریم و درون این ایکس پریم وای پریم و مختصات لوکال ما اومدیم ماتریس استیفنس در واقع اون المان رو به این صورت نوشتیم که به این صورت شد و بعد گفتیم که بقیه آیتما هم که صفر میشه درش و اومدیم داخل این جایگذاریش کردیم. خب این در واقع ماتریس سختی المان در مختصات لوکال بود و بعد گفتیم اثر زاویه رو برای اینکه ببینیم باید یه ماتریس دوران هم درش ضرب کنیم. ماتریس دوران رو اگر بخوایم ضرب کنیم یعنی اینکه یه ای رو بیایم ضرب در چی بکنیم؟ ضرب در دی ای بکنیم، دی المان. دی ای کدومه؟ تو مختصات چیه؟ گلوباله، اما دی پریم ای تو مختصات لوکاله. بنابراین یه نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که مثلا ماتریس دوران ضرب در چی میشه؟ ضرب در اون ماتریس در واقع اون دیسپلیسمنت گلوبال میشه، یعنی دیسپلیسمنت نود تو مختصات گلوبال که بعد لوکال رو میده، دیسپلیسمنت های اون نودهای المان در مختصات لوکال. پس ماتریس دوران رو ما در چی ضرب میکنیم؟ ضرب در دی ای میکنیم، نه دی پریم ای. دی پریم ای تو مختصات لوکاله. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه بعداً وقتی که میخوایم تو اینجا جایگذاری بکنیم و ماتریس سختی المان رو در مختصات گلوبال به دست بیاریم، خب بتونیم به جای این دی پریم ای از این رابطه جایگذاری بکنیم. بنابراین همیشه یادت باشه که ماتریس دوران و حالا امشب میبینیم که ماتریس در واقع انتقال یا ترانسفورمیشن ماتریکس ضرب در اون مثلا دیسپلیسمنتی که عمومیت بیشتری داره، مثلا تو مختصات گلوبال هستش، باید ضرب بشه و اون ببرتش تو مختصات لوکال و همیشه اینجوری ما ماتریس های انتقال رو تعریف میکنیم. حالا قبلا هم حالا این قسمت رو من بگم که آر رو در واقع به دست آوردیم و بعد دیدیم که آر ماتریس دوران یه ماتریس ارتوگونال بود و بنابراین حالا خصوصیات خودش رو داشت و در نهایت ما تونستیم ماتریس سختی کلی رو به دست بیاریم، تو مختصات گلوبال رو به دست بیاریم، ماتریس سختی رو هم تو مختصات گلوبال به دست بیاریم. از روی چی؟ از روی اطلاعاتی که از مختصات لوکال داشتیم که شد این. پس این ماتریس سختی یه المان خرپا یا تراس در مختصات گلوبال هست که فی هم زاویه اون میله یا همون المان با جهت مثبت محور ایکس ها هستش. خب حالا این رو که برای یه المان نوشتیم، حالا اینجا یه بحثی گفته که ترانسفورمیشن لا رو مطرح کرده و به صورت کلی اومده مثلا یه تی ای رو تعریف کرده و تی ای مثل همون یه که بالا ضرب کردیم و اینجا هم باید نکتهش اینه که باید ضرب در مثلا چی بشه؟ ضرب در دیباره ای رو اینجا در نظر گرفته که یعنی مختصات تو محور مختصات گلوبال و این دیهت رو هم محور مختصات لوکال در نظر گرفته. بنابراین به صورت کلی تی ای گرفته. چرا تی ای گرفته؟ که این تی ای میتونه هم آ یا آر باشه یا همون آر ای که بالا ماتریس روتیشن باشه، یا اینکه اون ماتریس گدرینگ بود قبلا که میومد کار اسکترینگ و اینا رو انجام میداد. خب میتونیم اون هم میتونه باشه. بنابراین مثلا اینجا وقتی که ما میخواستیم اطلاعات مثلا دیسپلیسمنت ها رو از روی دیسپلیسمنت های کلی
کل مسئله ما به دست بیاریم، ضرب در یه LE ماتریس گدرینگ میکردیم و اطلاعات دیسپلیسمنت توی المان به دست میومد. درسته؟ الان دوباره میبینیم این دی که اینجا هستش، این دی که اینجا هست، نگاه کن، این دیه عمومیت بیشتری داره نسبت به این دیه ایه. این دیه ای توی المانه، اما دی ماتریس در واقع دیسپلیسمنت های گلوبال ما هستش، یعنی سرتاسری. درسته؟ اینا رو قبلا داشتیم. و رابطه A اونی که دی حت ای هستش تو مختصات لوکاله. آره اینجا به صورت کلی، حالا من اینجا خلاصش رو بنویسم، به صورت کلی میاد یه دیحت تعریف میکنه، دیحت ای و یه دی بار ای. چرا اینجوری تعریف میکنه؟ و یه تی ای. خب یه تی ای هم اینجا تعریف میکنه. چرا اینجوری تعریف میکنه؟ چون این میتونه مصداقای اینا چیزهای مختلفی باشه. مثلا تو بحث روتیشن تو خرپاها یه ماتریس روتیشن ضرب میشد، بنابراین اونجا اگه یادت باشه دی پریم ای رو گرفته بودیم لوکال، بنابراین دی پریم ای اینجا قرار میگیره، یعنی این دیحته همون تو بحث خرپا میشه همون دی پریم ای و دی ای بار میشه چی؟ میشه همون دی ای که اونجا داشتیم، یعنی دی پریم و دی ای داشتیم دیگه، و همچنین یه ماتریس دوران داشتیم آر ای، یعنی تو اون بحث این تی ای همون آر ایه، دی حت ای همون دی پریمه و دی بار ای همون دی ای هستش و لوکال میشه دیگه. آره دی حت میشه لوکال و دی بار میشه چی؟ گلوبال. درست شد؟ یعنی تو مختصات گلوبال. و تو اون بحث اسکترینگ یا گدرینگ الان تی ای ما هستش چی؟ ال ای و دی حت ما چیه؟ دی حت ما هستش چی اینجا؟ میشه لوکال ما کدومه؟ این دی ای است یا دی؟ یعنی توی المان ما همون دی ای بود دیگه، دی ای هستش و این دی هم هستش چی؟ همون دی بار ای. و الان میبینی که اینجا مثلا توی یه جایی دی ای دی بار ایه، یه جایی دیگه دی ای دی حت ایه و این رو نباید اشتباه بکنی. چرا اینجا لوکال ما شده دی ای؟ به خاطر اینکه اینجا دی ای رو داشتیم در برابر دی و دی عمومیت بیشتری داشت نسبت به دی ای. دی ای انگار که مثلا لوکاله و تو این مثال بالاییه دی ای دی در واقع تو مختصات گلوبال بود، اما دی پریم ای تو مختصات لوکال بود تو بحث تراس ها. بله. حالا این آر ای در کدوم یکی از اینا ضرب میشه؟ آر ای ضریب کدوم یکی از ایناست که اون یکی رو بده؟ همیشه ضرب در اون آره ضرب در گلوباله، اون که بزرگتره. و دی ای هم ال ای هم ضرب در دی میشد. آره اینا رو یه سری قراردادایی هستش که باید حواسمون باشه بهش. خب اگر اینجوری باشه شما میتونی مثلا هم فهمیدم این آره خطی مینویسه نفهمیدم، الان منم همینجوری زیرش نوشتم. آره بله. ببین وقتی که پس فهمیدیم که این ذرای ماتریس ضریبی که ضرب میشه همون ماتریس ترانسفورمیشنه. یه جا ماتریس ترانسفورمیشن ما میشه ال ای، یه جا هم میشه همون ماتریس روتیشن. بنابراین اینا همشون یکی هن. یه چیز رو دارن، یه ماتریس رو دارن مپ میکنن دیگه، میبرن توی مثلا مختصات دیگه یه چنین چیزی. و اینجا حالا یه بحثی کرده، اومده این رو ثابت کرده که چرا این برابر این هستش. از روش‌های انرژی
میشه ثابتش کرد به خاطر اینکه مثلا ما مثلا کار انجام شده تو مختصات گلوبال رو اگه حساب بکنیم برای یک نود با مختصات لوکالش نباید فرق بکنه دیگه، چون یه نقطه است. ما حالا به دو بیان مختلف تعریف کردیم، بنابراین کاری که به وسیله نیروهای داخلی در اون نقطه ها انجام میشه فرقی نمیکنه. اینا رو با هم مساوی قرار داده و یه سری عملیات ریاضی و اینو ثابت کرده، اثباتش هم سخت نیست، فقط اینا رو یه خورده جایگذاری و اینا و در نهایت فکر نمی کنم دیگه بحث اثبات و اینا براتون مطرح باشه، منم اینو سری میگذارم. بریم سراغ این مثاله. خب اینجا یه مثالی رو گفته، یه مثال خرپای خیلی ساده است و توی این مثال خرپا یه خرپا یه دونه میله با زاویه 45 درجه و یه میله داریم با زاویه 90 درجه. اینا تو این نقاط به هم دیگه لولا شدن و تکیه‌گاهش هم که می‌بینیم که به چه صورت هست، 2 تا تکیه‌گاه داره و این نقطه آزادمون هم به همین صورته. و طبق صحبتی که قبلا کردیم اولین تکیه‌گاه رو میذاریم 1، تکیه‌گاه بعدی رو 2 و اون نقطه فیری رو دیگه به دلخواه شماره گذاری میکنیم که اینجا فقط یه دونه است و میذاریم 3. بعد المان ها رو هم به دلخواه معرفی میکنیم، میگیم 1 و 2 که 1 داره نقطه نود 1 رو به 3 وصل میکنه و 2 نود 2 رو به 3 وصل میکنه و این طول با این طول برابر گرفته و یه نیروی برابر 10 رو هم به این وارد کرده. حالا این مسئله رو ما میخوایم حل بکنیم و بیایم مثلا جابجایی ها رو به دست بیاریم، نیروهای تکیه‌گاهی و همچنین تنش ها رو توی میله ها به دست بیاریم. خب ما قبلا دیدیم که چند تا مرحله داشتیم برای حل یه معادله، حل یک مسئله فاینایت المنت. 4 مرحله داشتیم، 4 مرحله که مرحله اولش پری پروسسینگ بود که یعنی مدل سازی و اینا که همین کارهایی که الان کردیم و شماره بندی و نود بندی و اینا، شماره گذاری المان ها و نود ها و بعدش میشه چی؟ حالا رفتار لوکالش رو بررسی میکنیم، یعنی توی هر المان برای هر المان میایم ماتریس سختی رو مینویسیم. مرحله بعدش اسمبل کردن این ماتریس های سختی بود که ببریمش تو مختصات مثلا گلوبال و مرحله آخرش هم پست پروسسینگه که ما نتایجی که به دست آوردیم مثلا دیسپلیسمنت ها رو به دست بیاریم، نیروهای تکیه‌گاهی رو به دست بیاریم و همچنین از روی اینها ما میتونیم مثلا تنش ها رو هم به دست بیاریم. خب پس مرحله اولش ما بریم برای تک تک اون المان ها بیایم استیفنس رو بنویسیم. ما المان اولش رو که این عموده هستش اینش رو میگیریم 1، اینم میگیریم 2 و اینا میبینیم معادل 1 و 3 گلوبال هست و بعدی رو هم اینو میگیریم 1 و اینو 2 و معادل 2 و 3 گلوبال هستن که اینها اینجا میبینیم که چون اهمیتی نداره، قبلا دیدیم که اهمیتی نداره 1 و 2 ترتیبش چجوری باشه، ما هم به همین صورت فعلا در نظر میگیریم و برای تک تک اینها میایم ماتریس سختی المانی رو می‌نویسیم. تو ماتریس سختی المانی چیزی که اهمیت داشت این زاویه بود که اینجا هستش. این زاویه یکیش 45 درجه است، یکیش هم چقدر؟ 90 درجه. بنابراین حالا تو این المان اول اگر بخوایم بنویسیم کوسینوس 90 درجه رو حساب میکنیم، سینوس 90 درجه، الش هم که همون ال المان 1 ال و کای 1 رو که قبلا دیده بودیم ای الوم از رابطه ای الوم به دست می اومد و حالا باید بیایم چیکار کنیم؟ ماتریس سختی المان رو طبق این رابطه‌ای که اینجا به دست آوردیم که این کلی هستش میایم به جای فیش ضریب رو میذاریم، زاویه رو میذاریم و مثلا حساب میکنیم تک تک این مؤلفه ها رو، اون کایی هم که دیدیم اونجا حساب کردیم
و اینا رو وقتی جایگذاری بکنیم به این صورت میشه، چون زاویه ما 90 درجه بود. یه ماتریس برای المان اول پس نوشتیم. الان کانکتیویتیش رو هم که میبینیم این برای نود 1، یعنی این دو تا سطر بالا مربوط به نود 1 گلوبال هست و 2 تا سطر پایینی مربوط به نود 3 هستش. اینجا هم 2 تا ستون اول مربوط به نود 1 هست، 1 گلوبال، و 2 تا نود بعدی هم مربوط به 3 گلوبال هست. به این کانکتیویتی هم میگن تو نرم افزارهای فاینایت المنت، به این که ترتیب نودها، مثلا نودهای گلوبال چجوری به لوکال ها وصل بشن، میگن مثلا میگن کانکتیویتی به اینا. خب برای المان 2 هم دوباره زاویه رو، کوسینوس و سینوسش رو حساب میکنیم و میذاریم تو اون ماتریس سختی که تو اون مسئله به صورت کلی به دست آوردیم و اینجا فقط طول المان ما رادیکال 2L هست و بنابراین سختی المان به این صورت به دست میاد و ضرب در این ضرایب میشه. کانکتیویتیش هم که میبینیم که این 2 تا سطر اول 2 هست و 2 تا سطر دوم نود 3 سرتاسری هست، به همین صورت ستونهاش معادل 2 و 3. پس اینا رو که نوشتیم، مرحله بعدیش چی میشه؟ مرحله بعدیش اینه که ببریم اسمبل بکنیم. اسمبل کردن هم دیدیم که مثلا توی مثلا اینجا، خب الان مربوط به سطر دوم، یا مثلا اینجوری اصلا میشه اسمبل کرد. مثلا این رو به این صورت، من اینو پاکش کنم، به این صورت ما در نظر بگیریم، بگیم که این مربوط به 2 دیگه، این میشه عضو 2 خب، و این 2 رو میبریم تو 2 قرار میدیم. 2 کجاست؟ وسط. آره 2 و 2 و 2 اینجاست دیگه. الان میبینیم این همونه دیگه، 1 تقسیم بر 2 رادیکال 2. اینجا چی داشتیم؟ 1 دوم بود ضرب در این رادیکال 2 که میشه 1 تقسیم بر 2 رادیکال 2. درسته؟ ضریبش هم که همون AEL هم گرفته. پس اینو میذاریم اینجا. بعد دوباره میریم مثلا بعدیش که میشه 3 و 2 و 3. 2 و 3 باید دوباره همون جوری باشه و 2 و 3 میشه 2 و 3 میشه این. و الان میبینید که اون رو آوردیم اینجا قرار دادیم. و حالا مثلا 3 و 3 رو من با سبز میکشم. 3 و 3 اینه، خب، و همچنین یه 3 و 3 هم اینجا داریم. این هم 3 و 3. اینا رو آره با هم دیگه جمع میکنیم، میاریم میذاریم اینجا که الان میبینیم که چون یکشون پایینش داره، آره چون بقیهشون 0 بوده، فقط یه 1 این پایینی داشته، این 1 اینجا جمع شده. پس اینجوری اسمبلش میکنیم و بعد مرحله بعدی اینه که ما بیایم در واقع ماتریس دیسپلیسمنت سرتاسری رو بنویسیم و شرایط مرزی که اون 4 تا چیزای بالا، 4 تا نود 4 تا درجه آزادی بالا همشون 0 بود دیگه، چون تکیه‌گاه هستن و فقط اون مربوط به نود 3 بودش که جابجاییش آزاد بود و حالا باید به دستش بیاریم. درست شد؟ بقیهشون 0 بود. و نیرو هم، ماتریس نیروهای خارجی هم دیدیم فقط در جهت محور X این المان نود سوم بود که ما یه عدد 10 داشتیم، یه نیروی 10 داشتیم و اینجا اعمال کردیم. اینا رو میگه چرا 0 شد؟ یه اشاره میکنم. به خاطر اینکه جابجایی 0 دیگه تو این نقطه 1 و 2. نقطه 1 و 2 جابجایی ها در جهت X و Y 0 چون تکیه‌گاه دیگه. این یکی هم باز به همین صورت. بنابراین اینا همشون 0 شد و اینجا هم این پایینی ها نیرو 0، این بالا ببخشید ریاکشن 0 چون تکیه‌گاهی اینجا وجود نداره. اینجا فقط یه نیروی خارجی بود داشتیم، اینجا یه نیروی خارجی داشتیم و
بنابراین اینها هم صفر شد و حالا اینها رو میایم میذاریم اینجا و مسئله رو حالا باید به این صورت حل کنیم. اولین چیزی که به دست میاریم گفتیم که چیه؟ گفتیم که این دوتا یو رو اول به دست بیاریم. اینجوری هم تقسیم بندی کردیم، درسته؟ بله. و این بالایی ها، این چارتای بالایی اینا چون تکیهگاه مشخص بود و فقط ما الان این قسمت رو باید حل کنیم، یعنی این قسمتی که من با رنگ آبی میکشم، این قسمت. خب و چون این چارتای بالا هم صفره، عملا این قسمتش مهم میشه، چون اینا وقتی ضرب در این 4 تا صفر بشه عملا 4 تا صفر به وجود میاد. برای اینجا اهمیتی نداره اون بالایی ها. اگه عدد داشتن اینا، این اعضا هم اهمیت پیدا میکنن. بعد کم میشد دیگه. آره باید تو ماتریس میبردیم اون ور ازش کم میکردیم. آره. و اینجا الان میبینیم که پس این الان یه ماتریس فقط کافیه یه دونه دو معادل دو مجهول حل کنیم، USA X و USA Y رو به دست بیاریم و بعد وقتی این دوتا رو به دست آوردیم، خب الان ببین اینجا الان به دست اومده USA X و USA Y اینجا محاسبه شده و بعد از این حالا باید بریم نیروی تکیهگاهی رو به دست بیاریم. نیروهای تکیهگاهی هم چون این چارتای اول صفر هستن، خب عملا میشه همین دوتایی که خب یا اینجوری بکشم، عملا این بلوک اگر بیاد ضرب بشه، این دوتا که در این ضرب میشن میشه صفر، این دوتا در این ضرب میشه منفی یوس ایکس، یوس وای منفی یوس وای میشه R1 وای. اینجا رو متوجه میشید؟ یا بهتر بگم خب ببین خوب گفتید. آره. ولی چون تون میریم تا حلات متوجه نشد. خب ببین بله. آره متوجه شدی این قسمت، یعنی عملا این چارتا رو اگه بخوایم در این ضرب بکنیم، آره اون چارتا عضو اولش عملا بی تاثیره چون که اینا چارتاش صفره. آره فقط این یه تیکه فقط میمونه، این یه تیکه هم فقط تو این دوتا آخر ضرب میشه. این دوتا که صفر بود، بنابراین R1 X میشه صفر، دومیش میشه چی؟ میشه صفر و منفی در یوسه وای. آره یوسه وای میشه. یوسه وای هم که مقدارش مشخص بود به دست آوردیم، بنابراین R1 وای به دست میاد. این دوتا هم اگر ضرب در این دوتا بشه این به دست میاد و بعدیش هم به دست میاد. پس این نیروهای تکیهگاهی هم به دست اومد و حالا برای اینکه چک بکنیم الان ببین نیروهای تکیهگاهی 0 10 منفی 10 و منفی 10 شد. خب 0 10 منفی 10 و منفی 10، 0 10 منفی 10 و چند؟ منفی 10 و این پایین هم خودش یه 10 و 0 داشت. ببین در جهت x هم مجموع اینا باید برابر 0 باشه. جهت x مون اینا هستن دیگه، یکی R1 x، یکی هم R2 x و یکی هم نیروی که در جهت x وارد شده بود، نیروی خارجی. الان این سه تا رو با هم جمع کنیم چی میشه؟ صفر میشه دیگه. پس تعادل استاتیکی داریم. و همچنین در جهت y هم الان این و این و این مجموعشون میشه صفر. پس از نظر استاتیکی هم تعادل داره. فقط یه مامانش ببین مامانش چجوری میشه؟ مامانش هم میشه نیروهای تکیهگاهی رو اینجوری به دست آورده بودیم دیگه، یعنی در آوردیم یه دونه یه 10 اینجا در نقطه چند بود؟ 0 و 10 و منفی 10 و منفی 10، 0 و 10 و منفی 10 و منفی 10.
این 0 و 10 و منفی 10 یعنی اینوری و منفی 10 یعنی اینجوری. درست شد؟ یه نیروی 10 هم اینجا داشتیم. الان ببین اگه حول این نقطه الان بنویسیم، گشتاور بنویسیم، چجوری میشه؟ این میشه 10 ضرب در این فاصله که L هست، 10 ضرب در L. این یکی هم این برعکسشه، در این جهت گشتاور داره، برای میشه منهای 10L که اینم برابر 0. سیگمای M هم پس برابر 0 میشه. بنابراین این سه تا تعادل استاتیکی رو ما بررسی کردیم که با هم برابره. حالا تنش رو چجوری به دست بیاریم؟ تنش میشه چی؟ میشه E ضرب در اپسیلون مثلا x. خب اپسیلون x توی یه المان چجوری به دست میاد؟ میشه جابجایی در نقطه دوم منهای جابجایی در نود اول تقسیم بر طول المان دیگه. درسته؟ این میشه پس اپسیلونش، این اپسیلون که همون کرنش هست در ای المان بشه میشه چی؟ میشه همون تنش ما. حالا ای تقسیم بر ال که یه مقدار ثابتی هست، خب U2 x منهای U1 x. خب ما اگر بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم، ماتریس المانی رو در نظر بگیرید یو رو، و اگر یه چنین چیزی ماتریس سطری درش ضرب کنیم، این تبدیل میشه به U2 x منهای U1 x. درسته؟ چجوری؟ این منفی 1 در این ضرب میشه، خب میشه منهای U1 x که اینه، و این یکی هم در این ضرب میشه که میشه U پریم 2x که اینم U پریم 2x. برای حاصلش میشه این. آها، فقط در جهت x ها نوشته. آره فقط در جهت x نوشتیم به خاطر که المان ما در جهت x بوده. چرا المان در جهت x بوده؟ المان در جهت x نبوده. بذار ببینم. المان یکیش که در جهت راست میگه، یه در جهت y هست و این به صورت کلی تو مختصات لوکال در جهت x دیگه. در مختصات لوکال اینجا تو مختصات لوکال نوشته دیگه. یو پریما همیشه تو مختصات لوکال بوده اگه یاد باشه. بله. تو مختصات لوکال المان ما در جهت x. یعنی نشون میدید اونجا کجا رو گرفته x؟ آهان هر المانی مثلا اون المان کجه در راستای این رو گرفته x پریم. در واقع هر جا پریم میذاره المان در واقع داره مختصات لوکال رو نشون میده. الان هم اینجا تو مختصات لوکال اگر بنویسیم به این صورت به دست میاد و کرنش رو تو مختصات لوکال به دست میاریم دیگه، چون خمش که تحمل نمیکنه، در راستای میله هستش که ما تنش به وجود میاد. آره کرنش پیدا میکنه. و اگر این رو بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم، به صورت همین حاصل ضرب این دوتا ماتریس، در این ماتریس سطری، خب ماتریس افقی ضرب در بردار جابجایی های لوکال ما میشه که به این صورت به دست میاد. حالا این چی بود؟ اونجا بودش همون دی پریم بود دیگه، دی پریم ای، که دی پریم ای دیدیم که برابر با آر ای ضرب در دی ای هست. درسته؟ آر ای ضرب در دی ای بود دیگه. بله. آر ای ضرب در دی ای ضرب در یه ماتریسی اینجا شده. این ماتریسه حالا اگر آر ای رو ضرب در این ماتریس سطری بکنیم، فقط یه سطرش میاد بیرون. خب این سطره این مقادیرشه. ماتریس که اونجا داشتیم به دست آورده. آره دیگه آر ای رو قبلا به دست آورده بودیم. آر ای رو
اینجا به دست آورده بودیم. بله. درسته. ببین وقتی اولی رو ضرب میکنه بودش -1 0 شما بگو منفی -1 پس -1 در این ضرب میشه منفی کوسینوس فی. خب بعدش چی؟ 0. خب 1 0 درسته. یکش در این ضرب میشه که اونجا تاثیر نداره. دوباره تو بعدی اگه ضرب بشه -1 میاد فقط در این ضرب میشه و میشه منفی سینوس فی. خب عضو بعدیش چی میشه؟ -1 میاد تو این صفر ضرب میشه اما 1 میاد در این ضرب میشه، بنابراین میشه کوسینوس فی و بعدیش هم سینوس فی. یه لحظه من اینو یه توضیح برای خودم بنویسم. این دوتا رو در هم ضرب کرده دیگه، یعنی اون ماتریس افقیه رو اومده ضرب در این ماتریس دوران کرده. بله. خب یعنی که در واقع یه ماتریس 1/4 میشه دیگه. آره یه ماتریس 1/4 میشه و الان میبینید که پس اینم به دست اومد ضرب در یه دی ای، یه ضرب در این دی ای. بله. درست شد. این در واقع داره تنش رو میده. ما قبلا دیدیم که دی ای رو هم داشتیم دیگه، دی مثلا المان 1 رو به دست آورده بودیم و دی مثلا المان، خب دیا رو چون قبلا به دست آورده بودیم میاریم میذاریم داخل این. الان میبینیم دی تو مختصات گلوبال دیگه، تو مختصات لوکال نیست دی ای، بنابراین همون یو آییه که ما به دست آوردیم و میایم میذاریم داخلش و برای المان 1 به دست میاریم و تنش پس به دست میاریم. برای المان دوم هم در واقع در نقطه در المان دوم که نودهای 2 و 3 سرتاسری بود اون مقادیرش رو میذاریم و در نهایت تنش از این رابطه تو المان 2 به دست میاد و مقدارش به دست میاد. اینجا هم در واقع مقدارش میشه این. پس متوجه شدی که چجوری ما یه مسئله رو با استفاده از یه مسئله خرپا رو با استفاده از روش فاینایت المنت حل کردیم. شما الان با این اطلاعاتی که داری دیگه میتونی اون پروژه رو حل کنی. اون پروژه‌ای که گفته بودی که به یه خرپا هستش، نمیدونم داده بهتون یا نه؟ نه هنوز نه. آره شنبه میخواد بده. آره اونو بده دیگه میتونید حلش کنید و به اصطلاح این قسمت آخرش یه بار دیگه توضیح میدید دوستان. آقا ببخشید تنش‌ها رو بله تنشو که حساب کردیم ضرب در دی میشه، بعدش فهمیدید که این دیه رو نه مختصات گلوبال جان تنش رو دیدیم که به این صورت رابطه مثلا سیگما توی المان شدین. خب حالا این میتونه المان 1 باشه یا 2 یا 3. بعد این مختصات چیه؟ دیسپلیسمنت ها تو مختصات گلوبال هستش که ما همون چیزاییه که ما به دست آوردیم دیگه، یو آیی که به دست آورده بودیم. مثلا الان یه نمونهشو نشون بدم. مثلا ببین یو 3 و یو 3 ایکس و یو 3 وای اینا تو مختصات گلوبال شده اینقدر. همینا رو میاریم میذاریم تو اینجا. مثلا ما تو اینجا مثلا به جای یو 3 و یو 3 ایکس و یو 3 وای اون مقدار رو گذاشتیم. درست شد؟ اومدیم گذاشتیم اینجا و حالا در واقع اومدیم تو این گذاشتیم این دیه میشه و ضرب در این که زاویه‌اش هم مشخص بوده و در نهایت تونستیم تنش رو به این صورت حساب کنیم. مثلا تو المان 1 و بعدش هم المان دوم باز دوباره همون یو 3 رو داشتیم و مقادیرش رو اینجا جایگذاری کردیم و در نهایت تنش رو تونستیم تو اون المان به دست بیاریم. خب باشه، پس تا همینجا فعلا باشه، حالا تا فردا.